یکی از شاه قصه ها عاشق خربزه بود و یه وزیری داشت که خیلی وزیره رو دوست داشت. هر وقت خربزه میگفت بیارم بخوره، وزیرش رو صدا میکرد، میگفت بیا من عاشق خربزه‌ام، خربزه با هم بخوریم. و اولین قاچ هم که میبرید میداد دست وزیرش. خلاصه یه روز صدا کرد وزیره رو، یه قاچ خربزه داد دستش و اونم شروع کرد خوردن و یه قاچ هم برای خودش زد و اولین گازو که زد خربزه خود حالت دیدی که چه زهر ماری میشه وقتی خراب میشه. شاه پوف این بعد نگاه کرد دید وزیره همینجوری داره میخوره، چیزی بره خوش نمیاره. گفت تو چرا نمیگی که این انقدر گندیده است و بد طعمه و اینا؟ وزیر گفت من یک عمر از دست تو خربزه شیرین گرفتم، حالا یه بارم اینجوری شد، چرا باید بگم؟ خیلی از ماها خدا مدام برامون خربزه خوشمزه میگیره میده دستمون، یه بارم تلخ داده دیگه ها. این قدر شناسی واقعا نعمت رو در زندگی واقعا افزایش میده.